زن برای شوهر خود باید مایه آرامش باشد، نه اینکه با اخلاق و کردار خود شوهرش را ناراحت کند. خداوند در قرآن کریم زن را مایه آرامش گفته می فرماید لتسکنوا الیها، یعنی تا در کنار همسرانتان آرامش حاصل کنید. ولی متاسفانه بعضی زنان امروزه چنانند که در کنار آنها به جای آرامش خیلی ناراحت میشوی، عصبی میشوی و مجبور میشوی به او سخنان تند و تیز بگویی. واقعا هر زنی که تواند شوهر خود را آرام نگه دارد، شوهر در کنار او آرامش داشته باشد، زندگی خوش و گوارا نصیبش می شود. زنان امروزه حق شوهر را نمیدانند، از همین جهت به شوهرانشان زبان درازی می کنند و صدا بلند می کنند. با کمی شوهر قناعت نمی کنند و غرغر زیاد کرده شوهر را ناراحت می کنند. در مصنف ابن ابی شیبه آمده است که همسر پاک پیامبر خدا مادر مؤمنان سیده عایشه رضی الله عنها برای تمام زنهای امت فرمودند: ای گروه زنان، اگر می دانستید که شوهرانتان بر شما چه حقهایی دارند، هر آینه غبار پایهای شوهرانتان را با چهره هایتان پاک می کردید. بله، زنان با عقل و با هوش و با ایمان این سخنان همسر پاک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را شعار زندگی خود قرار می دهند و زندگی خود را خوش و گوارا می کنند.